ابتو چخلا یا سفانک نه آشخانه براده شکریه الله خوراک نشیروزی را انجام دادیم بسیار طعام‌های خوب بالا لیکن این خیلباد هوای تازه جورا در رامید دیگه جدا ندیدیم. منم دخترچه‌هایی که طبابت میگیرن پسر بچه‌هایی که طبابت میگیرن با همینا بختیم یک عمر دراز موفقیت و دستشون درد رو نبیاد. هرکی سخن بگوییم شیرین زیارزها رنگین زیباق گلها بخت و برار خواهیم عمر زیاده جوییم باغی پدر چی دارد سیب و انار خندان در باغ آرمانش سیب و انار کاریم خان وفا محبت کان وفا محبت صبح صفا محبت ما انتظار توییم پیشار جام می را بینواز چنگ و می را امی جان از این و آن سیاه ترانه خانه انالت زیغمش انالت زیغمش مادر بر سر گیرم این کاش که بیمیرم در پیش پای مادر کجا برشتا یاستی سرو از مدرم تو نشود کسی شاید آشنا دشمن شود غم جدا شادی جدا دولت جدا
دوستان گرامی عزیزان دل دیدم بار دیگر از نام رهبر مؤسسه دولتی استراحتگاه طبابتی سابقه‌داران جنگ و ملت رومید شهر وحدت محترم نورزاده اسماعیل هر یک شما باشندگان مهربان مشفق را به این مؤسسه خیر مقدم گفتم. براتون پیش از همه صحتی و سلامتی، خانه آباد و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. برنامه‌های رقصی مبارک Shabbat
Honey, love, pull me, get it, don't you